السلام علیکم هموطنان عزیز. کوه و دشت و تپه و لیلاق می‌فارد مرا. اکنون ما نوبت دیگر در اولی منج. این روغن زرد چیست ناتورال نی و اینجا حضور دارد قیماق و شیر. اکنون ما خواستیم که یک چیز دیگر برای شما نشون دهیم. این چنانه که تکرار کردیم خودرکی. این با درجه به مزه هست که داخلش پر از شیر و از روغن زرد است و در قالب بمانند در اشتون میپزم. اینا نگاه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون من خواستم یک چیزی رو شما نشون دهم. این همه روغن زرد در کاسه شیر میمونیم و در نوبت دیگر قیمو خریدیم. ریزه میکنیم. خیر نیم دست پاکون قطعی یک بار دست پاک میکنیم. اول نگاه کنید رنگش چی شد. دیدین رنگ چی شد. این چیست طبابتیه. بسم الله الرحمن الرحیم. همه دردمندی ها از وجودت دور می شوند. این حالت ها تنها در دیها دیده می شود. مریم گل خب کن بچم. این حالت ها تنها در دیها دیده می شود. در مقابل ها اکنون باز برای خوبتر و خوشتر شدن با مزه‌تر و راحت کردن از انمی خودرکی ریزه میکنیم. در این خودرکی ریزه میکنیم. این باید نکم از 1 دقیقه 20 آب کشد و این خونه را نگاه کنید. برو شیب داروش نشون دهید. شیب داروی خونه را نشون دهید. اینجا اول است. دیواروش نشون دهید. اکنون برادرای عزیز اکنون نگاه کنید که رنگش چی شده. اینو نگاه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دهن 100 لذت. شکرانه نعمت های داده خداوند. شکرانه همین لحظه هستی و شکرانه زندگی به‌بها ناتکرار. خودتون احتیاط کنید. کسی از دهات است چنین حالت ها خطی کار دارد حتما در کامنتر نویسد. خدا نگهبان.